روزی که برون شدم ز خانه شد جنگ حسین مرا بهانه در ترکش خود به صد دلیری بنهاده بودم چند تیری در جنگ گل ریاض حیدر یک تیر زدم به کتف اکبر این تیر که در چله نشان است شاهد بشوی ایها الناس رفتم بزنم به چشم عباس برادر حسین جان فغانا از این کوفیان بیمان زدن تیر به چشم من ای هواداران کجاست مادر من تا که اشک غم بارد حسین کجاست که این تیر را برون آرد که پوشید چشم حق بینم دیگر جمال حسین علی نمیبینم حکم ابن طفیل ای خدا نشناس ضربتی زن تو بر سر عباس به چشم یا امیر شد حکم حکم به حکم حاکم برخیز و قدت نمات و قائم هنگام جدال و شور و شین است نوبت به برادر حسین است ولی عباس شیر خشمگین است چون شیر گرسنه در کمین است ولد اسد آخه من سهل کجا پنجه شاهین کجا شاه کجا مردک مسکین کجا ضربه زنم حال میدانی جای زخم خوب می شود ولی جای حرف اصلا تنه زنم تنه ورا می کشد ابو فاضل اخل حسین اخل حسین
رخت آفتاب لنگزلیست حسین تینت علی رخ ایا نکوهایی ابو فاضل دستانت کجاست؟ دیدم فراریانت همه برگشتند زدن تیغ به دست تو از یسار و گمی. عباس چشمانت چه شد؟ میدانی نگاه نافذ تو جذبه علی دارد؟ میدانی این اخم خورده علی اند زدن تیر به چشمت. این زمان از کی؟ عباس گریه میکنی؟ ما نداریم از رضای حق گله آرناید شیر و را سلسله. عباس از زخمها هنوز به روی پایی، ولی سخنی میگویم که قدت خمیده شود. عباس حسین فاطمه را ببین گریه میکند از دور. ببین حسین گریه میکند از دور.